مردم توجه، مردم توجه، خسرو کلاورداره، مردم توجه، خسرو کلاورداره، خسرو کلاور میداره، کلاورداره، مردم توجه، خسرو کلاورداره، خسرو کلاور میداره، خسرو کلاورداره، لیلا خسرو کلاورداره، خسرو کلاورداره، خسرو کلاورداره. خوبی بخیری؟ شتنی جان جوره چی قداد میکشی به تا منطقه؟ چی قداد داری؟ بیای بر بیا کار با 3-4 تا وزیر میکنه. چی قداد داری؟ یالا کو بم هر کس تو به می کوچه مگار کار داشته باشی. چی قداد داری؟ توجه توجه، اعلانات صوتی. خسرو کلاورداره، خسرو کلاورداره، کلاور بداره. سرگیه به خدا خسور بیرات خبرش پست تور میکنه. فس پوستاتور بکنه مثل شلغه میبری. تو اشتباه تازی قلبی هم دقیق میکشی خسرو کلاورداره. مردونگی بری قیق میکنه. خسرو کلاورداره بابا. کاش که به خدا اونو خبر میشه میاد تو تا دام مرگ میزنه. دیشم خسرو کلاورداره، کلاورداره. ای فهمو خسرو تو که به تو دختر داده و خدا ما باشم یه مرغ مرده خب تو خسرو تو دوگیره. گپا مفنازی که به خدا اینتم کلی کلو که بزنم که چی بگم. خسرو کلاورداره. خسرو میشه دوگیره. تو شهر نمیشه به تامی که تو دارو که مردم خبر نداره میگه اول راست میگه. تو شرم نمیکنی که راست میگه خسرو به. قانون من میرم با تا قلی نو بزرا میگم گیلک میام دقیق میکشه با تا قلی مولا دقیق میکشه که خسرو کلاورداره. ما میگم برو با مادر خسرو بگو. تو بیچاره یعنی واسه کو میگم یا نمیگم. کارو کو آیا که اگر به خوش آدم خوبه می خسرو تو تا دور دقیق میکشه خسرو کلاورداره. یا خوب تو یکم مردم کدیر خان کدیر خان تو خوشحالی باش کدیر جان ای باری تو خوشحالی با خوشحالی چه کار کنی میری طرف زمینا خو میرفتم برو ممو گوسفندار تا بخچه بردارم بیارم دیگه همین مزدگار شده ببرم به سرا دیگه تو گوسفندار را داشتم ببردم به بخچه ولی برم براده از این دومات خو گیلک هم خبر داری کجاه؟ من ساعت کاربار و خونی زندگی کنه نه چی خبر دارم ایشته به سر کارو که من امروز به زو قلی بالا رفتم همون هم یک نفر کار داشتم گفتم برم به پیشی برم با تا قله میبینم میتجق میکنه مردم خسرو کلاوردار اما مردم همه به طرف سی میکنه چی میگه لالا دیلالله بعد سر شما خرابه کلی شما خرابه خسری چی کلاورداری که دکهی تا دیوقی کشیده شوخی نکنه لالا دیلالله شوخی هم خود نمیشه رقمی داره اندازه داره کجیجو بله تو اندازه منی که من شوخی کنم من چیزی که حقیقت به تو میگم شما روز اول خود شما رو میگم من کاری ندارم مال به خاک هر کار کردیم شما روز اول پیش پا خورسی کردیم دور سل نکردیم آینده خوار خورسل نکردیم خوار خور من نفتیم بزنیم به دست از آدم بیعقل بدبخت کردیم رفتیم بعد کار خود حال میگیم شوخی نکو اگر از من قبول نداری برو از قلی بالا از مردم پرسان کو یعنی چی میگو به تقله دیدم میگم مردم همسایه خسرو کلاورداری چونی لالا نیلولا چی شما جق میکشی مغز سرچه با خرابه کلاوردار شماری کلاه مردم آوردش که براتین برای کار خوال پیار کلاوردار برو میگی پایین تمام رنگ خودم دومات خونی نمیگه پس من شو تار پیدا کنم رنگ همون شما مگه حقیقت به تو میگم با تو میگه چه کاره لالا نیلولا بفهمه یمین از نکلون تر اینه که دل بند شما پاک مینداخت تو برو ما کریم دکاندار پرسان کو بگو با خدا دل بند میندازو چی کسونی چی کلاورداری کده شما که مگاری بفهمی نه شما پیان آدم کلاورداره کو بگه خدا نکنه من ندیدم تو حاله وقتی خود شما ندیدی بیشتر گپا گیلک باور میکنی
کجی جو ما به می قلعه ایم پیار تو همسایه مونه دیوار مونه ما خیلی. میشناسیم بزو قلعه بالا پیار تو کی میشناسه هیچکی خب خلاص وقتی کی بگه خسر ما کلاور داره میگم راست میگه دیگه یارا نیلو اعصاب من خراب نکنی که دندانم و من وقت گیلک خودی شما به جنجال میشوم گپ مر باور نمیکنی نه گپ مر خوبه قبول نداری خب اون بیا خود تو آن بخی برو خود تو سعی کن که چه کار میکنه بخی برو سعی کن اگر باور نداری ما کو قبول ندارم چرا که اگه ما پیش تیر شدم خود بزود کم ندادم یک دم تارم سعی کردم دیدم چوب کا بعدم که ما حرکت کردم کامیرا که پیشم اومدم دیدم که مردم خسر ما کلاور داره چوب کنی لالا نیلو چوب کنی مردان خودی گیلک جور میام پیار ما کلاوردار نگاه پیار ما کلاوردارا شما سوا بکنی تو ایتا میری کوبا ما برو پیش دالا خو آدم که خوار خور با آدم ساده و دیوانه بده آخر عاقبت از این بیتر دیگه نمیشه که جنگ نمیتونی دانیر بگیری مردم حالا همه خبر شدم یا کمک نبودم تمام همه غلیب حالا همه بفهمیدم میگم من راست میگم با خسور از این کلاورداریه پی آماده اینجا میگه چوب کو کالم خودت بعد گیلک ما خودت قلقله میکنم برو خودت دومات کو قلقله کو خودت تو قلقله میکنم تو ایشته تو گیلک دیونه به هر جا قیق میکشی به تا ملا به تا کوچو که خسور ما کلاورداره یا برادر یکی عدی بپرسه که چی کلاورداری کرده لالا لالا به شما گپی بگو سر شما شخ بدر کنه میفهمی گپ چیه؟ گیلک خدا زده دوماد ما به هر جا دل خو بگردن خو کرده ای به تا منطقه به تا کوچه به تا دی ای قیق میکشه ای برادر خسور ما کلاورداره کلاور میداره بالا مردم هم پولای اینا میشونه دقیقه نمیده من نمیفهم لالا چی کلاورداری کرده همین پیرمو لالا چی کلاورداری کرده که این دوماد ما بابا جون ما گرگ شده بلا شده تو از کجا خواهد؟ تو به تو کی گفته؟ به من کی گفت؟ به من نورولا گفت لالا نورولا گفت گیلک به تا ملاقق بکشی که خسور ما کلاورداره عالم خبر شدم ای چری ایتا میکنه ای چه نمیفهمم کار لالا. ای نمیفهمم ای چه کار شده ای دشونو ازی میخوره ای جون ازی اندو میده که ای برو من میتفره چی کنم که تا به یک هفته مگر مادر شونو چت کنه نگیم لالا که اگه بگیر من نفته که این هموخ ضربه زنم که این ده خرج از این 1 سال سگا گربه ها بخوره این پیرمه چی کلاورداری کرده که این به هر جا میشینه میگه خسور ما کلاورداره این خجالت نمیکشه لالا چه کار کنیم چی خواه کسی ها به سرخ کنیم از دست ازی هر روز که این تارتوق دوماد ما شد که ما یک روز از دست ازی نونه به خوشی نخورده حال بابا تا یا جار میزنه که خسور ما کلاورداری شده چی بگی بری بزنی 10 تا جمع میشه میگه سکو که آدم سادی دیونیر بزدم به زد سپاه کردم نزنیر کوییتشان بلغوزه مندازونه خدای پاک این هرگیز دومات ما نمیکرد اینا لالا بفهمیدیم اینا همه گناه خودمونه اگه ما داده خب برای از این دیونه نافهم نمیدادیم انگاری ما داده خب برای گلک مفت دادیم مفت حالا کم مفت زبار میده آنی ما که از اون روز اول و ازر خوش نبیدم که گلک دیوان باشه از اون روز اول یحقیقت بدیده بیدو میگفتم که برادر میخوار ما با بلا نمنادی این مرتکه سر برفت به دنیا وانه میشه ندیم زد کردیم پیار زد کن مادر زد کن آنه بدادیم آنی همون خیر آقابت آنه میگم چی کم بوتی پیار ما بزی گذاشته آخه چی نامردی کردیم ما بزی تارتوق بدخواره نمیفهمم آخری همه می که میگه ثواب کنی کباب میشی آخر همه میره آدمی که غلط نبید لالا دنیا و عالم با هم خوره غلطه گیلک لالا آدم غلطه ما خودی رو رستی کردیم خوار خود دادیم به مقبولی های دنیا مجلس و معوا و عروسی رو کردیم آنیا ای هم مزدما شیطون گاهی وقتا به من میته میگه خوب ایر برو به یک جامعه ایر حالا کم لالا سعی کنیم به شما چی میگن 100 کپ به یک بیاین جلوشین که خودی شما برین جلو و دینا بگیرین گیلک به سر جایی بچونی که تا آب شرف ما به طعم دیا نریخته با دروغ با ما یکی به یکی میگه دسته نکنه دسته نکنه برین لالا بله رفتو اگه می رانون دو پاره زد بیایی
ماما سلام علیک. سلام علیکم. شتن ماما جو تیاریم بخیریم. سلامتی خیال هستیم. جانجوره. سلامت باشین. زنده باشی سلامت باشی. ماما کجای گیله؟ والا گیلت چاشنین خورد از سر بیرون شد. من میتونم بیامدم به سرا آمدم نمیفهم. به سرا دیگه به سرا رفت به جامعه رفته تو به من معلومات نه. من پیار نیم. پیارم روی شما و دلم امی به چگاه خود بفهمونیم. به خدا ماما صبر تحمل تا به اندازه داره از خوب. ما آدمی هستم خوب که اعصاب ما که خراب شد ما به پیر مادر خود لیاز نمیکنیم. چیزی باشه که حداقل تا به حال سرصدا ما و شما بالا نشده. این سرصدا ما ازی بیشتر بالا نشد ماما. امی بچه شما با تعدیب هم هر جا جار میزنه که خسور ما کلاورداره خسور ما کلاورداره. آیا از وقتی که امی بچه شما دومات نشده تا به حال هم دری پی ما آدم بزرگو گفتین که تو امی تا که به جلوی خو میری دری پی یک پاکت گولی بستو بیاره نگفتیم تا حاله. خونه خوب خونه ارزونی کردیم تا به حال امی تا هر دم خوار ما میای به خونه ما مثل دم بیری میشه. ما 100 رقم اینونه مادر ما وضو میده. نکنه ماما ولیاس خدا ما ازی بیشتر کاسه صبر ما لبرز نشه. امی بچه ساده خور بفهمونیم و تعدی ابرو و شرف و اعتبار به ما نگاه نداشته. حق همسایه بدیده برار ما مر بدیده میگم به دومات شما به هر جا بشیشته جار میزنه که کلاوردار خصوص ما کلاورداره. ما هم یک ذره ما ابرو شرف و انسانیت داریم. ما هم اپی بوته خواره خوشه نیم. آخه کسی که خسور آدم میشه مثل پیر آدمه. ما هم خسور دارم. خدا ورستی ما از پیر خو کرده به خسور خو بیشتر احترام دارم. آخه دومات شما نگیلک بچه شما آخه میخ ضرور بفهمونیم. ازی بیشتر ما مجبور نکنه که بیای به در می سرا بگم برو نه زن داری نه خونه داری خوار خبر دارم بیارم به خونه خو بیارم سر و صدا ما و شما به هوا شما ما. آخه چرا ایتا میکنه ای؟ ما چی کمی کردیم برای ازی؟ خوب میگیرم از اون جانم خسورم و حکم پیار میده. پیار آدم و خسور آدم فرقی نداره. ما که تا بال از این نشنیم که گپی من بازم برون با خونه این ببینم سرزنش میکنم که تو چری تو بیعقلی ها میکنی. اما هم پیارتونه ظلمت پیارتون میده. تو چری چه زر ما به می خونه ما میای این گپ هم میزنیم شما چه زر ما ذات احترام عزیز داریم. به بلند بالا بشی بالش بزیر شونه عزیز بکو گیلک جو میگی میر مثل گولی وری بوی میکشین که امی دومات مانه نگه حداقل که سکو امینا به ما ذات احترام نگاه نداشتم. امیق زر که ما به ذات احترام میکنیم باور کنیم ما به خونه خسور خونه ذات احترام ندارم که گیلک به خونه ما داره. که این نگه به دل خو یک دم یا شما نگین که این بچه سادیمه به پیش خو خونه خسور خو ذات احترام نداره. هر جا که یکی خوبی که مگر آدم به کاسی کنه. راست میگی رمضان جان. هرچه که شما میگین درست میگیم خوب میگیم منتها کمی او بیعقلتره. شما به دل خود نگیریم. شما چند مدت میشه خودی تیر کردین دفعه از او اهمیت ندین که او نمیفهمه. بازم مور برون بخونه نصیحت میکنم که همون خسوربوری تو برارتونه همون خسور تو انگار که پیارتونه احترام اینا تو از ما کرده بیشتر بگیری. بفهمیدیم ماما جیگر؟ بله دیگه ایتن ماما یک چیزی ما به شما بگم خوب میگه دهن می شهر بسته میشه دهن مردم بسته نمیشه. راست میگی. ما اگه گپا گیله که به دل خود نگیریم یا بگیریم هم این گپ مطرح نیه. گپ سر می مردم ماما. مردم چی فکر میکنن؟ مردم میگن والله حتما امی خسور امی آدم امی خسور ازی یک کلاوردری به یک جامعه بکرده که این آدم بشنیده انان آدم سادیه این گپ حلقه کرده به گوش خو کرده و هر جا میگه. مردم نمیفهمن که ما شکر فضل خدا تا به حال در پی کسی نخوردیم و کلا کسی نمور نداشتیم. این تنه ماما جو اگر دومات خطابم سبا صبح که به شما اختلاط کنم گپا و کارهای خلاصی نداره. خونه شما آباد خونه شما آباد خیر بینه. ما ماستون بیام به در سرا بیام ماما جو خوب شد شما رو اینجا بدیدم گفتم اینا رو به شما بگم. من میرم پس به خونه میرم. نمیشه ماما در سرم اصاب ما به جانی بیا برین پیاله چای میخوریم. میرم به دل خود نگیرد بیا برین. میرم به خونه میرم ماما. واسطه مبرین. خیر با شما بلکه خودم به خونه باش ببینم بلکه ببینید. مردم قریه خسرم کلاورداره خسرم کلاورداره
مردم محل ما خسرم کلاورداره، ما مردم محل دیگه خسرم کلاورداره. تو غیخ کش بله غیخ کش چی غیخ کشیده؟ هماله که گپ مفت میزدی غیخ کش یک دفعه دیگه. نه من گفتم مردم او اگر روان شده یلدن که جو نوکریوال شه او نوکریوال شه که بیای به سرزمین مردم. به نظر میگی لکه تو تمام این مردمی که به تعمی دیه تو فکر میکنی که مثل تو میتونی بیعقل بی کمالا ما را سر خود خو فکر میکنی که چرا نه؟ تمام امی دیر چا ویندختی که خسور ما کلاورده ما چی کلاورداری کردیم به تو نمونه ما کی گفتم سگ دیگه کوکا میکنه که میشه عراتیشون بگیره ما. نکن اگه دیونی سرخی نکو ای تا کارا خوبیت نداره مر مجبور نکو که بیایی به درس را به گریه کرده به ارز کرده که زن مر بغزانه که ببرم نغزارم که ببری زن خور نکو مر مجبور به ای تا کارا نکو به خور خلقت نزه گویم که او خورده اشته باشم آنه باشه برو مدد تو بگم آنه یا این گپ من آنه حیف گو نکرده که تو گوی بشی گو که حداقل با هر روز یک من شیر میده از تو چی حاصله غیر بیعقلی ایتا گپا نزن اگه خسور تو مثل پیارتونه بفهمیدی ایتا کارا خوبیت نداره ما چی کمی به تو من کردیم اصلا طالب عمر خود زبون خلوا کردم. آخی نورالله بیامد به کجیر گفته بود که گیلک به تا از او خله یک سره صدا میکنه که خسور ما کلاورداریه به گب امیر ضربه فهمد به خدا قسم خوردم منه بعد دیگه جا نشنو زبون تو دی تحکم چک تو بیرون میکنم من کی جخ کردم؟ همال من بشنیدم با میگی کی جک کردم بشنیدی من گفتم او نو او روان باشه. وقتی اگه لکه کله تو به تا همینجوری کنم که نفس تو بالای نفسی کارا من میرم داده تو سلت میکنم. تو دست تو خوبه تو نمسی اگه سنوات و سیا نکرد و برچی مزدی بگو منم رمزون میگم نه که برگه چغونده منم گلک میگم نکن دوله سیا. خواه معلوم میشه اگه تو زبون خود بیری کردی به تعمید یاد اگه گفتی خصوصا ما کلاورداره یا برفتی دست تو خوبه جون خواه مسیدی با خودی تو قبل میزنم منم گلک میگم نه دوله سیا. از دول اسیا تو بدتری